روز معلم بود و کلاس پر شده بود از هیاهوی شاد بچه‌ها و میز خانم معلم زیر کوهی از کادوهای رنگارنگ، جعبه‌های براق، ادکلن‌های گران قیمت و دست گل‌هایی که بوی ثروت و توانگری میداد خم شده بود. خانم معلم با لبخندی تمرین شده کادوها را یکی یکی باز می‌کرد و تشکر می‌گفت و نگاهش میان برق هدایا و تحسین دانش آموزان می‌چرخید تا اینکه نوبت به علی رسید. همان پسرک لاغر و ساکت ته کلاس که همیشه سرش پایین بود و کفش‌هایش از فقر زودتر از سنش پیر شده بودند. کادوی او نه جعبه داشت و نه روبان، فقط یک کیسه فریزر مچاله و تکه‌ای روزنامه کهنه و همین کافی بود تا چند نفر از بچه‌ها با خنده‌های بلند و نیشدار بگویند: خانم مواظب باشید آشغال نباشه. خانم معلم که ناخودآگاه دلش لرزید با لبخندی سرد و کمی اکراه گره کیسه را باز کرد و در میان نگاه‌های خندان کلاس شیشه عطری زنانه که نصفش خالی بود و دستبندی بدل با نگین‌های ریخته نمایان شد. خنده‌ها بلندتر شد و حتی خود معلم هم لحظه‌ای احساس کرد این هدیه شبیه تمسخر است و با نگاهی آمیخته به تعجب و دلخوری به علی خیره شد. اما علی با چشم‌هایی پر از اشک جلو آمد. دستهای کوچکش می لرزید و صدایش شکست وقتی گفت: خانم لطفاً نخندید. این عطر مال مادرم بود. آخرین باری که منو بغل کرد همین بو رو میداد. من نگهش داشتم که تموم نشه، که بوش از خونمون نره. اون دستبندم مال اونه. وقتی میخندید دستش میکرد. من چیزی نداشتم. فکر کردم شما تنها کسی هستید که لیاقت دارید بوی مادرم رو با خودتون داشته باشید، چون شما هم مثل اون مهربونید. در همان لحظه خنده ها در گلوها شکست. سکوتی سنگین مثل پتک روی کلاس افتاد و بچه ها برای اولین بار فهمیدند که فقر فقط نداشتن پول نیست، نداشتن آغوش مادر است. خانم معلم که تمام وجودش میلرزید شیشه عطر را برداشت، آن را بو کرد و ناگهان بوی عشق، دلتنگی و یتیمی در مشامش پیچید. زانوهایش کنار تخته سیاه خم شد و اشکهایش بی صدا اما عمیق فرو ریخت و همانجا فهمید هدیه‌ای که در دست دارد نه یک عطر نیمه خالی، بلکه تمام دارایی یک کودک یتیم و تکه‌ای از قلب شکسته اوست. آن روز خانم معلم بهترین هدیه عمرش را گرفت و بزرگترین درس زندگیش را از کوچکترین شاگرد کلاس آموخت. اینکه ارزش هدیه به قیمتش نیست، به دلی است که پشت آن می‌تپد. اینکه یتیم‌ها شاید جیب‌های خالی داشته باشند،